رهبر کره شمالی بدجوری ضایع شد و احتمالاً همه رو اعدام میکنه یا شاید هم خیلیاشون ناپدید بشن. اما لحظات قبل از به آب اندازی تعادل کشتی به دلیل ناهماهنگی در حرکت سکوهای عقبی و جلویی تعادل از بین میره و بدنه ناو به پهلو کج میشه. بدنه ناو جنگی آسیب دیده و الانم با یک پارچه آبی روشو پوشوندن. جالبه بدونین که کشتی سازی هامبوک مسئول این پروژه بوده، شرکتی که سابقه‌ای در ساخت ناوشکن نداشته. تنها تجربهش ساخت قایق‌های کوچیک نظامی و کشتی‌های تجاری بوده. ترکیب اشتباهات مهندسی، ناهماهنگی سکوها و فشار برای افتتاح سریع پروژه از عوامل این فاجعه بوده. این ناوشکن قرار بوده نقش پشتیبان دوربرد رو در آبهای دریای ژاپن بازی کنه. حالا کجای داستان مهم و خطرناکه؟ اینکه رهبر مقتدر و بیرحم این کشور در این رونمایی حضور داشته. همتونم داستانایی از بیرحمیش و سابقه حکم‌های بی سابقه‌اش رو شنیدین. آقای کیم جون اون قبلا هم در مواجهه با شکست‌های نظامی یا فنی واکنش‌های سنگینی رو از خودش نشون داده.